کم دانه القر باز کنش مخره هزر سیک بیننده‌های گرامی سلام و وقت بخیر خدمت یکایک شما عزیزای دل. امید که جور و صحتمند و سر حال باشید. بیننده‌های عزیز، بعد از ختم خیلی از دغدغه ها و مشغولیت ها و مصروفیت ها و کارهایی که روی بند سبز مجری به خوبی و موفقانه انجام شد و در اخیر ما مراسم افتتاحیه هم داشتیم که دوستا میتونه در ویدیوهای چینل امو جلیل بینگرنه. و امروز هم به عنوان یاد و خاطرات چند روز گذشته را گفتیم با دوستا تازه کنیم. اما ساحه آرام و دنجی که فعلا چی بندی سبزی مجری به خود گرفته خواستم با دوستا شریک کنم. و گذشته از او هر دویم قدی حامد جان بچه آقای حجتی امدیم که مو سرشیر لوله را نصب کنیم و بخشی ازی که زمستان او را یخ نزنه و او را کم محکم کاری کنیم و بلدهش پشمشه آوردیم و اونمو را سخت منیم دوستا. قسمی که در تصویر منگرنین از این پیش سرصداهای اینجا زیاد بود از ماشینالات، از دوستایی که کار میکرد، خلاصه از پرسنلی که در اینجا بود. فعلا یک مکانی آرام و دنج تبدیل شده که حتی صدای یک پرنده را هم آدم نمیشنوه و به امید از که این خزان انشالله یک 10-15 روز بعد دیگه آبی که در داخل بند این از این منطقه وصل میشه اونمو انشالله داخل بند وصل کنیم و 2 ماه خزان و 3 ماه زمستان و 1 ماه بهارم که 6 ماه میشه انشالله داخل از این بند پر از آب میشه و بهارم بخیر بلده دوستا ویدیو میگیریم. امیدواریم که داینده اینجا علاوه بر از اینکه مردم از آب از بخش آبیاری استفاده نه یک جای سبز و تفریحی و یک مکان خوش برای فامیل، برای مردم، برای کسایی که مسافره و در منطقه ما به یک جای خیلی خوب و آرام تبدیل شنه انشالله. و امو سرشیر را در موتور وردی خلاصه کاری خیلی چپکاری بود، سنگین هم بود. البته ما این دبل تانکی پیشش دادیم نزدیک شاخه ورده وسطش دادی حامد جان رو گرفت تکیک داد و از دو طرف از اینکو خیلی سنگین بود دیگه ما را چندان رای صحیح نبود. دو طرف هم موتور نمارفت و از این طرف هم دره بود، سنگ بود و این میره کم کم حامد جان تکیه برده و دم قول رسنده پیشت خود چی شد. این سرشیری لوله و انشالله ایرم آردیم سخت نی و جریان سخت کردن هم دوستا که نصب شد بخششم یک ویدیو میلی دوستا. امیدواریم که تا آخر ما رو بیننده باشید دوستا. ما مورم سم طرفی از همی که میره نصب کنیم. خب دوستا جگه خیمگاه آقای حجتی و دوستا همینجی خالی منده و یاد روح الله رضایی خواهرزاده عزیز از ما بخیر که هر روز بیچاره اگه صبح گاهی منجی میماد دیگه تا بیگر دیگه منجی زحمت بود. حامد جان چیخ سارام جایه نه؟ ابی یک دونه مرغا هم نه یک صدایش باید یک چرقس که نه یک زنده دم است او بلده نگرم رو بنذاریم بوجی دیدیش چی بود قطعشه. انشالله ری مرغاییش میکته
رفته خب پایین تاشونو. خیر خیرت امن امانه. والا یک دنم زو ملا بردگک جیغ جیغ مونه اونجا. دوستا در قسمت آخری این زمین آبریزه قرار داریم. وقتی که چی آب از گردن کش باید که این آخرین نقطه شه که بین از یک دره کوچیک یک کمی این طرفتر از خودی هسته قرار داره. همینجا قرار داریم دوستان و یکی خودی آبی که انشالله داینده از شیرگه باشنه. این مسیر مستقیم سنبله زمینای زراعتی دیگه و در زیر زی همچنان همو لر هسته و این یک کانال خورد را کشیده بلده از یکی آب وقتی که شیر میه از اینجا باره مستقیم بله همو نورا یا چشمای ریزه که در دان رایه و بخشه زراعت استفاده. این هم خودی حیبت هسته بند. قرقره پیش مریم. یک دنه اسکرین جوردیم و قدر پیجا سیل کنیم که دهنی زو مخره نمخره. بعد از همون سر شیر را دوستا سخت کنیم. این کانال بخشه آبیاری دیگه. البته ما بلندیم خیلی خوب شو چکور کندشت. همده فیکس در زیر این شیر. حامی جان اسکرین سر مخردمو چیشی؟ آره سر مخرد. بسیار خوب. خیلی گرنگ و سر شیری بال بیت نیاردیم اینجا. ها؟ خب اینیم این قسمت هم پیشنهاد دوستایی که باید خوب یک چیزی پیتش نه، مثلا مثل پشمش و یا چرطرفش محکم کاریش نه تا اینمی ساحه خواه جمع میشه. داینده در زمستان ری ایرگه یخته یک خود جنس ازی منظریم چودن که جهاز که خیلی آسو پاره میشه. بازونورم محکم کارین انشالله باز داخل عمل دوستان ویدیویش را میلیم. جلوش هم جلو جیف لیه. یا الله. میشه گاهی کروزن لیشتی آماده برک بیت کنشته بخیصه. دست حامی جانم درد نکنه دیگه. داخل مویستی دیگه فعلا. دیگه کس نیادیم. خیلی شخ نی. خیلی شخی. قلت مول شاید باشه. شاید. برم بخیر. سر شیر. هدرستك شير ديو هاديك ما شاء الله دیگه. اذیت نکرد نه از قچر تاک دیره.
وقتم ترسر نوشه و چپانک نه وقتم ترسر نوشه و چپانک نه اشتی بوجی زیر سوی کنم که یا خدا لوله سرشیر البته یک ضد زنگم باید دیر نه؟ یک ضد زنگم ایر باید دیر یا ای خراب چه میشه زنگ نه ای؟ خب دوستا دیگه ما آماده نصب ازی باز انشالله که نصب شد بخشش ویدیو میگیریم ما را بیننده باشید حامی جان جدید جواب شد خیر کنی لکنم نما سیدی ها انشالله دیگه ما کمش گران بود کشتی ای امی لبی ازی خیلی کوتاه دوستا ایر باید ازی دورشی خوب میتر قد بازو بال کد بری دورم نمو خورد نه چوریاش کلگیش میخوانه فقط سخت دیگه همه جان از یک دور آمیم تایید یک به آدم بلندی همه جانم خوب بود پر قوت بدی بچه تانها آدمای ضعیف خیلی گروه نه دمت گرم یعنی میذارم یک دنه زید زنگ باید دیه نه؟ زید زنگ نه چون اینه کم کم ترک شده اینجا ازی زنگ ده زنگ ده زنگ تعمیق نیخ مصدال پاک میشه ولی زید زنگ فوری باید دیه دیگه زمستان و باریشه بلیزی برف هم میگره نه اینی دیگهش اینی برخونده دیگهش باید خب مکم کاریش نپوچ نی پش میشه اما خبر نداری چند میتره؟ نه چند خدا هر میری پوش نیا قدر شد سر تا سر میتی پوش کنی یک دنه همون تایت بریک یک دنه از این طرف تایت کنه همون تلقیز دو تایت میری آیی کش نه طرف مانده؟ نه یک دنه دم زیرش هم سخت خو زیرش یک دنه کم زیر؟ اینجا شو آزاد شد نه؟ زين اميزي تقايتك كانك دار نخله الكت سليبنا شنا نفس هذا كالشمسينية دور تزد هنا شمالنا كبير كم دون القروس كم أخرى اینی را مکش کنین یک دیست نه آیش مهمه یا بس ترک زید زنگ دینه زید زنگ داشت خیلی مشکلانی هم جدید
اسکرین دیگه کنم یا شنو این دوستاز محکم کاری لیلی سر شیر زیر که باز کنی تقریبا تا پیش از جوی تید نی دیگه منه بان لاپش داد شارت زد میشه خب بیننده عزیز دیگه قرار یکانیگهشم غزل خداحافظی رو بخوانی و ما برم طرف بازار بنده چیز پشم شاف نام زیادی مرا قریب گفتم جالی شیشه بلده پشم شب برم یعنی میره باید دیگه بخیر بستکنی دیگه انشالله بار رو رواز کنی دیگه تا ویدیوی بعدی دیگه تا ویدیوی بعدی دیگه که بند پرا وشنین انشالله دیگه با امید خدا این زمین جمعیم شیری ها رو واز نیو بخیر شاهد یک طلوع جدید خواد بوده دیگه آقای حامد جان من دیگه دوستا رو به خدا پاک نیاز میسپاریم دیگه خدا حافظ نگهداری همگیش